درود بر شما دوستان گلم. چوپانی هستم با یکی دیگه از آموزش‌های جوشکاری. سوال و ترسی که در دل همه کسایی که میخوان برای اولین بار دستگاه جوشکاری خریداری کنن که هیچ اطلاعاتی ازش ندارن. چطور این دستگاه رو تنظیم کنیم و آیا این دستگاه خوبی است؟ در ادامه کامل براتون توضیح میدم. سوالاتتون رو کامنت کنید. روزگار بکام در راساولد. یه دستگاه جوشکاری آوردم واسهتون، برند زوبر مدل 700N با قابلیت IGBT. این دستگاه جوش دیجیتالی و 3 منظوره هستش، یعنی 3 فرایند جوشکاری موجود در بازار رو انجام میده. برای انتخاب فرایند و تنظیم درست، مشخصاتی که روی پنل دستگاه تعبیه شده باید درست انتخاب شود. 5 تا ستون داریم که نسبت به فرایند جوشکاری مد نظر باید انتخاب شود. از ستون 1 شروع می‌کنیم. ستون 1 برای انتخاب فرایند جوشکاری. ستون 1 چراغ اول میگ مخفف متال اینرت گاز. ساده تر بگم که همه متوجه بشن، تو کشور خودمون به میگ میگن جوش CO2. ستون 1 چراغ دوم اس میگ مخفف سمارت متال اینرت گاز. این مورد رو توی همه دستگاه موجود بازار نداریم و ساده تر بگم همه متوجه بشن، در واقع همون CO2 هستش، ولی با فرق این که بهش میگن CO2 هوشمند. جلوتر در موردش توضیح خواهم داد و یا میتونید به ویدیوی اسمیگ از ویدیوهای قبلی در یوتیوب مراجعه کنید. ستون 1 چراغ سوم MMA مخفف منوال متال آرک، همون جوشکاری الکترود هستش. ستون 1 چراغ چهارم لیفت تیگ مخفف لیفت تنگستن اینرت گاز، تو کشور خودمون به جوش آرگون معروف است، با یک تفاوت که جلوتر توضیح میدم و ویدیوی کامل در مورد لیفتینگ و HF رو از قسمت جوش آرگون در یوتیوب ببینید. خب ستون 1 که برای انتخاب فرآیند جوشکاری بود توضیح دادیم. نوبت به انتخاب یکی از فرآیندهای جوشکاری هستش که بتونیم ستونهای بعدی رو توضیح بدم. از چراغ اول ستون 1 یعنی فرآیند جوشکاری میگ شروع میکنیم. میگ که روشن باشه شما باید ستون 2 رو تنظیم کنید. ستون 2 نوع و جنس الکترود رو باید انتخاب کرد. ستون 2 چراغ اول سولید روشن باشه یعنی شما میتونید از الکترودهای توپر استفاده کنید. ستون 2 چراغ دوم فلکس کورد روشن باشه یعنی شما میتونید از الکترودهای توپودری استفاده کنید. ستون 2 چراغ سوم استیل روشن باشه یعنی شما میتونید از الکترودهای استیل استفاده کنید. بعد از تنظیم ستون 2 و مشخص کردن جنس الکترود، نوبت به تنظیم ستون 3 میرسه. ستون 3 چراغ اول دوتی روشن باشه شما میتونید به حالت دستی از کلید روی گان میگ استفاده کنید. ستون 3 چراغ دوم چارتی روشن باشه شما میتونید به حالت اتومات از کلید روی گان میگ استفاده کنید. ستون 3 چراغ سوم VRD کاربرد VRD فقط موقع استفاده از فرآیند MMA هستش و در فرآیند میگ یا تیگ عمل نمی کند. بعد از تنظیم ستون 3 و مشخص کردن حالت دستی یا اتومات، نوبت به تنظیم ستون 4 میرسه. ستون 4 چراغ اول 1 میلیمتر موقعی باید روشن باشه که سایز الکترود یا وایرتون 1 میلیمتر باشه. ستون 4 چراغ دوم 8 میلیمتر موقعی باید روشن باشه که سایز الکترود یا وایرتون 8 میلیمتر هستش. ستون 4 چراغ سوم 6 میلیمتر موقعی باید روشن باشه که سایز الکترود یا وایرتون 6 میلیمتر هستش. بعد از تنظیم ستون 4 و مشخص کردن سایز سیم یا وایرتون، نوبت به تنظیم ستون 5 میرسه. ستون 5 چراغ اول کارنت
در واقع در فرایند میکس سرعت خروجی سیم یا وایر رو تنظیم میکنه. ستون 5 چراغ دوم ولتاژ دستگاه رو تنظیم میکنه. ستون 5 چراغ سوم اندوکتانس یا القا کننده جهت تنظیم اندوکتانس دستگاه تعبیه شده. کاربردش برای تنظیم کردن دقیق تر سرعت سیم و ولتاژ. ساده تر بگم پاشش رو به حداقل و کیفیت رو به حد اکثر میرسونه، البته اگر روی تنظیم درست باشه. بعد از تنظیم ستون 5 و مشخص کردن سرعت سیم و ولتاژ نوبت به تنظیم ستون 6 میرسه. ستون 6 وایر چک جهت هدایت کردن اولیه سیم از داخل دستگاه به گان میگ هستش. اسمیگ ستون 1 چراغ دوم اسمیگ یعنی فرایند جوشکاری CO2 هوشمند. اسمیگ روشن باشه مثل میگ باید ستونهای دستگاه رو تنظیم کرد، با فرق اینکه شما به جای سرعت سیم و ولتاژ ضخامت قطعه و قطر سیم رو تنظیم میکنه و دستگاه خودش سرعت سیم و ولتاژ رو تنظیم میکنه. MMA ستون 1 چراغ سوم MMA یعنی فرایند جوشکاری الکترود. MMA روشنباشی برای تنظیم دستگاه دو تا ستون رو برای تنظیم داریم، ستون 3 و 5. ستون 3 چراغ سوم VRD یعنی کاهنده ولتاژ. VRD روشن باشه جهت جلوگیری از برق گرفتگی هستش. ستون 5 چراغ اول کارنت یعنی جریان، همون آمپر دستگاه که نسبت به ضخامت قطعه، قطر الکترود و حالت جوشکاری باید تنظیم میشد. لیفت تیک ستون 1 چراغ 4 لیفت تیک یعنی فرایند جوشکاری آرگون که این فرایند در این دستگاه به صورت خراشی یا تماسی هستش و برای تنظیم باید بریم سراغ ستون 5. ستون 5 چراغ اول کارنت همون آمپر دستگاه و تنها تنظیمی هست که این دستگاه برای جوشکاری آرگون تعبیه کرده. امیدوارم واسهتون مفید بوده باشه. اگر از این سبک ویدیو خوشتون میاد میتونید سابسکرایب بکنید. اگر اون علامت زنگ رو هم بزنید به محض اینکه ویدیو جدید از طرف من منتشر بشه مطلع میشید، میتونید تشریف بیارید و ویدیو جدید من رو ببینید. اگر سوالی در مورد این قضیه دارید میتونید در قسمت کامنت ها از من بپرسید. سعی میکنم تا جایی که در توانم هست جواب کامنت ها رو هم بدم. ممنون از وقتی که گذاشتید و ویدیو رو نگاه کردید. منتظر ویدیوهای بعدی من باشید. خدا نگهدار.